بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. با تو هر لحظه من بوی خدا میگیرد. حسین جان، با تو هر لحظه من بوی خدا میگیرد. عطر اخلاص و مناجات و دعا میگیرد. الحمدلله رب العالمین. سلام خانم ها، آقایان محترم، هم نفسای دوست داشتنی و همیشه یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، خیلی خیلی قبول باشه عزاداری هاتون و همه آنچه که به عنوان عرض ارادت و محبت به ساحت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه تا به این لحظه عرضه داشتید، انشاءالله همش به شایستگی و یک جا مورد قبول حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا قرار گرفته باشه. خب از امروز به یاری خدا تا آخر ماه صفر در چنین روزهایی با افتخار محضر استاد عزیزم استاد قاسم تبریزی هستیم که قدم به چشم حقیر گذاشتن. آقا سلام، خیر مقدم، عرض تسلیت قبول باشه از دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران و بینندگان محترم داریم. امیدواریم توفیقی باشه در حد بضاعت و امکان مطالبی انشالله به عرض برسه. زنده باشید، محبت دارید، میفرمایید و استفاده میکنیم. خیلی ممنون که آقایی کردین، زحمت کشیدین، تشریف آوردین. خب ما بحثمون یک بحث تاریخی تحلیلی هست محضر استاد. از سالها قبلتر از سال 61 هجری شروع میکنیم که واقعه عاشورا رخ داد. تبارشناسی بنی امیه رو خواهیم داشت. بعد از اون در واقع عصر معاویه، شخصیت شناسی معاویه و مردمان شامات و حال و هوای اونها، عصر امیرالمؤمنین، فضای مردمان، زندگی مردمان عصر یزید و خود شخصیت یزید تا برسیم به واقعه عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام و الی آخر. فکر میکنم از تبارشناسی بنی امیه قرار هستش بله. شروع بکنیم. یه عبارتی از پیامبر دیدم ذیل آیه 60 سوره اسراء که اونجا شجره ملعونه در قرآن اومده، اون رو ظاهرا تفسیر کردن و اطلاق کردن به بنی امیه که خیلی دشمنی داشتن با شجره طیبه پیامبر و اهل بیت. توضیحات کاملش باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در حقیقت اگر ما نگاهی به تاریخ اسلام داشته باشیم که باید داشته باشیم، حقایق و واقعیت ها رو به درستی درک کنیم. با آغاز بعثت پیغمبر در مدینه به اصطلاح اون چه ما کفار مطرح میکنیم، یعنی پنهان کنندگان حقیقت، در برابر پیامبر ایستادن و شروع به توطئه کردن. خب رسالت الهی پیامبر عرض کنم هر روز آیاتی نازل میشد، مطرح میکردن. در بین کسانی که در برابر پیامبر همواره با روحیه کفرآمیز و کینه ورزانه تقابل میکرد ابو سفیان بود. و در جنگ هایی هم که رخ داد ابو سفیان در صف اول بود. بله. حتی همسرش هنده مخالفین پیامبر رو تحریک میکرد که علیه پیامبر توطئه کنن، حرکت کنن. حالا موارد از این دست داریم که وارد جزئیاتش نمیشه. با فتح مکه و اون رحمت الهی، پیامبر یکی از جاهایی که خانه امن قرار داد خانه ابو سفیان بود. عجب. که برن، یعنی در حقیقت یک به تعبیر امروزی ها عفو عمومی. خب در حقیقت در این دوره عده‌ای به خانه او پناه بردن و او آمد. ولی هرگز نداریم که ابو سفیان ایمان آورده باشه و چون یاران خاص پیامبر امثال
سلمان و اینها باشه، ولی به ظاهر ادعای اسلام کرد. اما در هر زمانی که فرصت پیدا میکرد، به خصوص در بین خواصی که داشتن، علیه پیامبر میگفت. حتی زمانی نابینا شده بود ابوسفیان، یک جمعی از همون افراد مثل خودش داشتن، اونجا وارد شد و گفت که در اینجا غریب کسی نیست، همه آشناان و مورد گوهره. گفت پیغمبر دین دروغه، قرآن دروغه، اما ما باید حکومت رو به دست بگیریم. عجب. و اگر دقت داشته باشیم در زمان پیامبر، به عرض کنم که خاندان ابوسفیان هیچ گونه پیامبر مسئولیتی نداد. عرض می شود که حالا به عنوان نمونه، پیامبر در زمان خودش هیچ کار اساسی را به بنی امیه واگذار نکرد، در این حال که ادعای اسلام میکردن، ولی خب ظاهر اسلام بود، ایمان قلبی نبود. درست. بعد از پیامبر هم تدریجاً بنی امیه متاسفانه وارد دستگاه خلافت شدند، خصوصا در زمان خلیفه دوم. نفوذ اینها آغاز شد و این اول فاجعه شد. اون چیزی که ما امروز به عنوان خطر عرض کنم که نفوذی ها مطرح میکنیم، کسانی وارد عرصه عرض می شود که مبانی ایدئولوژی، فکری، اعتقادی مردم باشند، ولی هرگز ایمان نداشته باشند. میفرمایید چطور این اتفاق افتاد؟ و در زمان خلیفه سوم متاسفانه گسترش پیدا کرد. گویا حالا یا عمدی در قضیه بود یا سهوی بود. در دوره خلیفه سوم دیگه بنی امیه تقریبا تسلطی در شامات و بعضی از مناطق و بعضی از جایگاه ها در کنار خلیفه قرار می گیرن و قرار گرفتن اینها کسانی که ایمان نداشته باشند، دو چهره باشند و به دنبال قدرت و شهرت و ثروت و شهوات دنیوی باشند، مسلماً آسیب بزرگی از درون به اون جامعه وارد میشه. اینایی که فرمودید ویژگی های بنی امیه است؟ بعد بنی امیه است. بله بله، فقط ما بنی امیه رو الان مطرح میکنیم. باز در تاریخ داریم که بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام، معاویه به خلیفه مطلق تبدیل شد. یعنی با اون توطئه‌ای که علیه امام حسن علیه السلام کردند و فرماندهان و نزدیکان رو یا فریب دادن یا تهدید کردن، مرعوب کردن، خریدن و منجر به پیمان شکنی یاران امام حسن و پیروزی معاویه شد. باز میخوام، تا قبل از این اتفاق معاویه حاکم شام بود فقط. بله بله، در زمان اما در خلیفه سوم. ولی در شام او در حقیقت وسط سلطنتی رو برقرار کرد، کاخ ساخت. درست. که ابوذر وقتی که توسط خلیفه سوم تبعید میشه به شام، میره در همین دستگاه سلطنتی معاویه، میگه اینو از کجا آوردی ساختی؟ اگر از بیت المال مسلمینی که خیانت کردی، اگر مال خودت اسراف کردی، در این موقعیت که جامعه نیاز به عرض می شود امکانات داره، مشکلاتی داره، برای چی این کاخو ساختی؟ با مرتب، نه تنها با خود معاویه، مردم رو آگاه میکنه. معاویه نامه‌ای به خلیفه سوم می‌نویسه که ابوذر اینجا داره عرض کنم که ناامنی به وجود میاره، حالا اون اصطلاحات اون دوران، و مشکلی شده برای ما.
لذا او رو به ربضه تبعید میکنن. یعنی در همون زمان خلیفه سوم او بساط سلطنت رو به راه انداخته بود و به دنبال جذب افراد بود به هر شکل و صورت. یک. دوم، جعل احادیث و روایات یا به تعبیر امروزی ها خریدن بعضی از به اصطلاح راویان حدیث با تطمیع و با این موارد. خب در این موقعیت ما مواجه هستیم با یک مسئله عرض کنم که فتنی به عنوان فتنه بنی امیه. اگرچه این فتنه رو عرض کردم از زمان ابو سفیان هست تو این خانواده بوده. درسته. یعنی بعضی از تبارها تو تاریخ ایران هم داریم، بعضی تبارها وابسته به سیاست انگلیس بودن، 4 نسل 3 نسل، یعنی انتقال پیدا کنه. هم اون مدیریت بالا معاویه، دستگاه معاویه، و هم این تطمیع و تربیت شدن اینها. در خاندان بنی امیه همین بود. ما در خاندان بنی امیه فقط یک نفر آدم سالم داریم، اون هم بعد از یزید، معاویه ابن یزید، که او اومد یه مقدار اصلاحاتی به وجود داره. این به اصطلاح حرکت‌های ضد اسلامی که در زمان معاویه و یزید صورت گرفته بود به سامان برسونه، ولی او رو حالا برخی معتقدن 7-8 ماه بیشتر خلافت نگه، یا از بین بردنش یا احیانا مسئول یا مثلا فوت کرد. ولی در خاندان بنی امیه ما همواره این مشکل رو داشتیم. خب ما این مسئله رو هم در عرض کنم که نهج البلاغه نامه های زیادی بین حضرت امیر و معاویه رد و بدل شده. خیلی متن این نامه ها خواندنی است. بله، خواندنیه. من یه مروری میکردم دیدم که چه فرمایشاتی دارن امیرالمومنین، شخصیت معاویه کاملا در این نامه ها روشن. اصلا در حقیقت اونجا شخصیت شناسی همینطور که فرمودین، یعنی منهای این به عنوان یک درس و یک نشانه هایی که برای هر جامعه میتونه تجربه و عبرت باشه. یعنی اگه کسی به نظر معاویه رو 0 تا 100 میخواد بشناسه همین نامه ها رو بخونه تمام. البته این همه نامه ها نیست، بخشی از نامه های امامه که به این مسئله پرداخته. من دلم میخواد حتما شما به فرازهایی از این نامه ها و فرمایشات امیرالمومنین حتما اشاره بفرمایید. مطابق از فاصله که از دوستان رو میگیریم و مجدد خدمت شما هستیم. با اجازهتون بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم که دارین با چشمای زلال و مهربونتون یاد خدا رو همراهی میکنیم. داشتم به این فکر کردم، من متن برخی از این نامه ها رو یه مروری کردم، دیدم که چقدر امیرالمومنین تلاش کردن که یه نهیبی به معاویه بزنن و او رو متوجه این بکنن که داره راه و مسیر رو اشتباه میره و برگرده و توبه کنه، منتها مسیر غلط خودش با مکر و خود اوهیلو همچنان ادامه میداد. توضیح و تبیینش با شما. اینجا به 2 تا موضوع اول اشاره کنیم بعد ببینیم. همینطور که فرمودین امام مکرر معاویه رو دعوت به تقوا، رعایت دین، فکر آخرت، کارنامه خودش میکنه. دوم، به هیچ وجه حاضر نیست معاویه در مسند کار باشه. احسن. چون اون مقدار که نصیحت میکنه اگر قبول کنه به درد آخرتش میخوره. حداقل بدنامی و عرض کنم که رسوایی در دنیا در آخرت نداشته باشه. در دنیا او عنصر ناشایستیه که در محیط نادرست تربیت شده، به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. ما از این افراد تو تاریخ معاصر هم داشتیم. همینطوره. مثلا تقی‌زاده همینطوری بود. حالا میخوام گاهی مثال تقی‌زاده وقتی که اون فتنه ها رو در مشروطه شروع کرد، ترورها و این موارد، مرجع تقلید آیت الله
ملا محمد کاظم خراسانی یه نامه به مجلس می‌نویسه که این تقییداده فساد فکری داره، به هیچ وجه در هیچ جای این مملکت او نباید کاری باشه و سریع او رو برکنار کنه، نه تنها در مجلس، در هیچ کدوم از مجال، که به هر حال خب با کمک انگلیس‌ها این میره دوباره میاد. اتفاقا بعداً مفاسد و خیانت هایی که او انجام میده آدم میبینه که آخوند خراسانی چقدر عمیق نگاه میکرد. دقیقاً همون حالت که برای معاویه و امیرالمومنین هست. لذا چون او سیاسی کار و فریبکار بود، بله، یعنی بزرگترین عرض کنم که فاجعه برای یک جامعه افراد منافقن. کافر راحته، کفرش معلومه انسان باش برخورد میکنه، ولی منافق در درون کافره، در بیرون مسلمان و متدین. بعد با اون چهره ظاهری فرد و جامعه رو فریب میده. لذا در عرض کنم که خطبه های حضرت امیر این موارد مطرحه. خب همونطور که حضرت علی هم اشاره فرمودین، دعوت به تقوا، دعوت به دیانت، دعوت به معنویت میکنه، تو اینطور باش، قرآن اینطور میگه، با این باش. اما در مشخصاتی که مطرح میکنه در مورد معاویه میگه که عرض میشود که میفرماید به جان خویشم سوگند معاویه بر تردید اگر تو با هوس‌های شخصی که با خردت بنگری، نیک بنگری، مسائل را میفهمی. چون یکی از اتهاماتی که تو نامه ها معاویه به حضرت امیر زده بود، گفت تو کشنده عثمانی، باعث قتل عثمان تو شدی. در صورتی که وقتی که جامعه اعتراض کرد علیه عرض کنم عمل کرده خلیفه سوم، حضرت امیر امام حسن و امام حسین رو فرستاد جلو درب خانه عثمان که حرکت به تعبیر امروز ما خلیفه کشی در جامعه باب نشه. امام از اینکه جامعه دچار اختشاش و جریانات غیر اصولی بشه عمدتاً اجتناب میکرد، ولی معاویه با اون شیوه فریبکارانش مطرح میکرد که بعد باعث قتل عثمان شده. بعد تو بیا بگو که چگونه کشتی. امام در جوابش می‌نویسه که تو که میدونی چه کسانی کشتن، تو که میدونی که من برای اینکه این واقعه پیش نیاد چگونه عمل کردم. خب یکی از موارد و جواب این میگه. عرض میشود میگه که در جای دیگه باز این برای عبرت هم هست. بله. تو آن رفاه زده‌ای که شیطان دستاویزش شده است. انسانی وقتی که به حالت رفاه زدگی، فزونخواهی، دنیا طلبی بیفته، بیت المال متوجه نیست. بله. چون هدفش اون رفاه و به دست آوردن امکانات، دست به هر کاری میزنه و اینجا اسیر شیطانه. یعنی یکی از چیزا که همون کاخی که ابوذر بهش اعتراض میکنه که تو اینو از کجا آوردی و ساختی. عرض میشود که باز در نامه دیگه میگه بیا اطرافیان تو درست بشناس، اینا در تو طمع کردن. حالا خودش که این داره، ولی وقتی که یه فردی ناشایست، منافق، دنیا طلب، فریبکار باشه، در کنار او فریبکاران جمع میشن. همینطوره. از این یه امر عادی هم هست. اتفاقا یکی از متفکرین میگه برای شناخت عرض کنم که علی و معاویه اطرافیان این دو رو بررسی کنه. اطرافیان حضرت علی کیه؟ سلمان، ابوذر، کمیل. اطرافیان اون کیه؟ عمرو عاص. بله. یعنی شناخت اطرافیان اشخاص میتونه عظمت اونو بده. امام اینجا اشاره میکنه که
عده‌ای از افراد ناشایست در تو طمع کردن، تو رو ابزار کار خودشون هم قرار دادن. یعنی وقتی که آدم به نامه ها نگاه میکنه انگار برای همه زمان ها و مکان ها و همه انسان ها مطرح میکنه، چون کلام امام ملهم از قرآن و مبانی حقه، در اینکه خود حضرت علی هم قرآن ناطقه. بله. مطالب اینجوره. ما در یک نامه دیگر امام بله اشاره میکنه، میگه خود را باش که خدا راه و سرانجام جریان های کنونیت را روشن کرده است، اما تو چنان به سوی پرتگاه زیان و جایگاه کفر تازی که به هلاکت و نابودی میرسی. این مسیری که معاویه بر اساس فریب، حیله، سیاسی کاری شروع کرده، انتهاش چیه؟ انتهاش رسوایی دنیا و آخرت. اصلا سیاسی، یکی برخی حضرت امیر رو نقد می‌کردن، تو سیاست نداری، معاویه سیاست داره. بله. در ذهن اونها سیاست یعنی فریب و حیله. اتفاقا پاکروان وقتی که امامو زندان کرده بود، یعنی میره اینو خود امام نقل میکنه، میگه که سیاست یعنی پدر سوختگی، سیاست یعنی حیله و تزویر. شما اینو برای ما بذارین، شما همون راه دینتون اینا رو. بعد امام البته خیلی مختلف میگه البته این سیاستی که شما مطرح میکنین ما دنبالش نیستیم. حتی خودشون هم معترفن که این روشی که در رژیم پهلوی ببینین، اون روشی که شروع کرد به کجا کشید؟ سقوط. من سیاست به نظرم هم میتونه با خدعه و نیرنگ و مکر و فریب همراه باشه. بله بله. هم میتونه با کیاست و درایت و هوشمندی همراه باشه. نوع سیاست ورزی امیرالمومنین خب از نوع دوم بود. وقتی بهشون میگفتن بله بهشون میگفتن که شما سیاست مدار بلد نیستی، اتفاقا جوابم میدادن امیرالمومنین که اگه قرار بود منم مثل معاویه از مکر و فریب استفاده کنم، وقت شما متوجه شدید که من چقدر سیاست مدارم. تقوا یعنی همین دیگه. بله. تقوا یعنی همین. تقوا اون مرز راستی و ناراستیه. همینطور. اگر سیاست بر مسیر تقوا باشه، سازنده همون روشی که امام خمینی پیش گرفت، روشی که حضرت امیر پیش گرفت. شهید مطهری موضوعی نقل میکنه جالبه تو همین موضوع، میگه که یکی از این خطاط‌های هنرمند متن نامه حضرت علی به مالک اشتر رو با خط زیبا نوشت و حاکم برد پلو، حاکمی که به اون شهر وارد شده بود تقدیم کرد و که مثلا یه احیانا هدیه هم میگیره. اون گرفت گذاشت اونجا و چی نگفت. خب شلوغ بود و گفت حالا فردا میرم. فردا رفت، باز توجه نکرد. روز سوم بود که میرم، اگر جواب نداد دیگه من برمیگردم. روز سوم میره میشینه اونجا و موقعی که میخواست بره، حاکم گفت تو بشین مردم برن کارت دارم. گفت این چیه آوردی برا من؟ وقتی همه رفت دادن گفت این نامه حضرت علی به مالک اشتر، چه جوری با مردم رفتار کن، چه جوری حکومت کن، چه کارهایی باشه. گفت اینو کی نوشته؟ گفت حضرت علی. گفت سرنوشته چی شد؟ گفت شهید شد. خب چه فایده؟ بعد اون گفت چرا اینو پلو مردم نگفتی؟ گفت مردم پدر منو در می آوردن. گفت پس علی پیروزه. همین که تو امروز هم میترسی که در مورد پیام امیرالمومنین که پیام عقیه، مسئله سیاست در اسلام همین صداقت و راستی. بله بله. و لذا ما که انقلابمون ملهم از انقلاب حضرت امیر و نهضت کربلا و نهایت از قرآن و سیره اهل بیت، اون سیاستی که تجلیش در جهان هست. حالا این در زندگی شخصی باشه همینه، بله. در یک حزب و گروه باشه همینه، در یک شهر باشه همینه. لذا ما در اینجا باید به اون اصل
سیاست اسلامی توجه کنیم. شکست معاویه چیزی ازش نموند، تباری نموند دیگه جز بدنامی. از حضرت امیر چند میلیون سادات ما داریم و تجلی شخصیت حضرت علی، مرد نامتناهی، راز ناشناخته. بله. مکتب الهی. سرنوشت معاویه و یزید و کلا دشمنان اهل بیت چه شد و الان کجان و چجوری از اونها یاد میشه و نقطه مقابل اهل بیت کجان و چجوری ازشون یاد میشه. این برای هر انسان آزاد اندیشی به نظرم یک معیار میتونه باشه برای انتخاب. بله. خیلی ممنونم استاد تبریزی عزیز، استفاده کردیم. اوامر ندارین؟ در خدمتتون. مخلص شما هستیم، محبت داریم. انشاءالله هفته‌های آینده بحث رو محضرتون ادامه خواهیم داد. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید.